صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 4. سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. تاریخ نگاران از جمله ابن البلخی نیز از اولاد دارا بودن اشک را تاکید نمایند هم آید به تفصیلات دولتداری سلاله اشکانیان معلومات مفصل نآورده است. به قول او در نسب این اشک میان نسابه خلاف است، چنان که در باب انساب یاد کرده آمده است و بعد از ذوالقرنین بیرون آمد و پیغام فرستاد بر جمله ملوک او طوایف که ما همه از یک خانه ایم و ما را با شما هیچ خلافی نیست و هر کسی ولایت دارد او راست، اما معلوم شما باشد که این رومیان با خاندان ما چی کردند. اکنون من بدان قناعت کردم که این قدر ولایتی که خاندان موروث من است از دست انتیخان و رومیان بیرون آرم، با شما بندم که قصد شما و ولایت شما نکنم، از شما بیگار کاری بیموز و خراج نخواهم و بدان قانع باشم که حرمت من نگاه دارید و یاری دهید تا این خصمان برداریم. و همگان را این سخن موافق آمد و بر این قاعده عهد بستند و او را مدد دادند. و انتیخان لشکر بسیار داشت و از هر دو جانب حرکت کردند و به اعمال موصل هم رسیدند و آفریدگار اشک را ظفر داد و رومیان را بشکست و خلایق بی اندازه را بکشت و انتیخان کشته شد و آن ولایت اشک را صافی ماند و با دیگر ملوک طوایف بساخت و قصد هیچ کس نکرد و همگان او را معظم داشتندی و مقدم دانستندی و نامه و سخن او را حرمت نهادندی. و حکم آن که از نژاد پادشاه بزرگ بود و میانه مملکت او داشت و این قاعده اشکانیان و اردوانیان و میان ملوک طوایف تا آخری عهد ایشان مثمر یعنی استوار بود و اگرچه اطاعت کلی نمی داشتند از متابعت و موافقت ایشان عدول یعنی سرپیچی ننمودندی. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.